خب نگاه ببین مثلا یا خدا خیلی قشنگ. نه بابا چی بگیرم؟ اعتماد کنید به شرکت مرسدس بنز اعتماد کنید. خیلی بیچش تونده بگیر نه نگاه ببین لاینو گرفته فرمون بعد چند ثانیه بعد میگه دست داداش این باد کولر اصلا به ما نمیخوره، دهنشو میدی سمت ما. خوبه؟ نه الان هم هیچ فرقی نکرد بابا. داداش الان خوبه؟ نه حاجی الان هم هیچ فرقی نکرد باز. خوبه؟ دمت کرد ساختمون به این درجه شکم بیار پایین. سرده آرش سرده باش، خیلی سرده. به همین خوب عالی. مرسی. بله خیلی خوش اومدید به برنامه چالش شد. طبق آخرین اخبار شرکت ایران خودرو و سایپا مجموعاً 985 همت بدهی بالا آورد. به کی واقعاً؟ به ما مردم یعنی بدهکارید، به دولت بدهکار. به کی؟ شما که همین آهن‌آلات رو تو کوچه پس کوچه جمع میکنید با چسب میچسبید میدید ما سوار میشیم میمیریم. شما به کی بدهکارین اصلا؟ چی خریدین؟ اکی چی خریدین که بهش بدهی دارید؟ بعد اصلا همت یعنی چی واقعا؟ من قبل این ویدیو نمیدونستم، رفتم تحقیق. همت از یه جایی به بعد که دیگه شما نمیتونی بشماری میگه همت. یا مثلا 100,000 میلیون 100,000 میلیارد قفل میکنی بعدش دیگه 100,000 بعدی رو نمیتونی چی بگی، میگی 100,000 همت. هیچ کی هم نمیدونی همت کی هست، چی هست، کجا هست، چند تا صفر داره اصلا بحث صفرش رو کسی نمیکنه. چرا؟ چون دیگه بحث صفر نیست. معنیش اینه که آقا تو هر چقدر به من پول بدی واسه اینکه من واسه آشغال تولید کنم کمه. نه اینکه یه حدی بدی اوکی میشه، نه میگه آقا تو هر چقدر بدی، تو الان میتونی اصلا 1000 همت بدی باز کمه واسه اینکه من آشغال تولید کنم کمه. میتونی کل خونه زندگی تو به پام بزنی ولی واسه اینکه واسه آشغال تولید کنم باز من کنار. همت معنیش این میشه. به همین خاطر من تصمیم گرفتم که بیام یه مقایسه بکنم ببینم حمل و نقل ما 100 سال پیش که به واسطه خر و حالا مدل‌های جدیدش که الاغ نامیده میشد چه تفاوتی کرده نسبت به الان که به وسیله خودروهای ایران خودرو و سایپا داره در واقع راه میفته، در واقع مدیریت میشه، در واقع هرچی. اولین مقیاس مقایسه کردنمون بحث هزینه و به صرفه بودن است. ببین شما 100 سال پیش واسه این که از اهواز بری تا ساری، یعنی این ور ایران تا اون ور ایران، با خر هزینه‌ت میشد 10 کیلو یونجه، یعنی با 10 کیلو یونجه این مسافت رو میرفت. خب الان حالا بعد که مثلا مدل‌های جدیدش که مثلا الاغ بود اومد شد مثلا 12 13 کیلو، ولی خب خیلی تفاوت چندانی نداشت، یکم آپشنال تر هم بود. بعد شما الان با نرخ بنزین 85,000 تومان، اولا چرا 85,000 تومان این همه رقم؟ از 5 تا 85 80 تا عدد هست که شما میتونستیم نرخشو روش بذاریم. من اصلا بس بالا و پایینش ندارم، کاری ندارم از 5 چرا ما میرفتیم تا 85 کار ندارم، اونش که به کنار، مشخص مردم میگن چرا 85. آقا این عدد اصلا مال یه چی دیگه، توی وادی دیگه. آقایی که قیمت گذاری که من نمیدونم صبح تو توییتر بودی کجا بودی اومدی خونی اینو زدی رفته 85 اصلا مال این قضیه نیست. ولی سیاستی توش هست دیگه، یعنی سیاست اینه که ما بیایم اعتراض بکنیم به این عدد بنزین 85 بمونیم گیر کنیم میخوایم یا نمیخوایم. میدونید چی میگم؟ چون ما تا الان که میگفتیم میخوایم نسبت به این عدد که میرسیدیم ما میخواستیم، ولی الان بنزین که نه دیگه واقعا. خب بعد اصلا لطفاً عدد 85 رو حداقل نرمالیزه نکنید، بذارید تو همون وادی چی که داره بمونه. خواهش میکنم. حالا کاری به ایناش هم نداریم. اصلا بنزین 85 تومن یعنی واسه این که پراید من حرکت کنه با بدم موز بخوره. با من خودم آخرین باری موز خوردم یادم نمیاد به خدا. مگه میشه دیگه واسه حمل و نقل ما پراید موز بخوره؟ آخه پراید مال این حرفا، روخش به حرفا تاش مثلا بادمجونی گوجه چیزی بندازی جلویی. مگه میشه پراید 206 که دیگه لوستر دیگه، اون که هیچی میخواد بهش عمه بدی بخوره، اون که با موز هم حرکت نمیکنه. پس از نظر بحث صرفه اقتصادی و هزینه که انتخاب اون قطعا خر و الاغ هست. بحث بعدی آقا بحث آپشنال بودنه، یعنی شما پرفروش ترین ماشین سایپا رو کویک بدید. تا آپشن این بوده که مثلا یه مانیتور انقدی به اندازه صف گوشی که داره الان فیلم بره زدم وسط این ماشین. آقا مانیتور کاربردش چیه؟ مثلا تو جاده حوصلتون سر رفت فیلم ببینید و با یه جایی باشه بشینیم فیلم رو ببینیم. واسه تو ماشین جا نیست ما بخوایم فیلم ببینیم، میتونیم رانندگی کنیم. واسه اینکه مانیتور رو ببینیم اصلا نمیتونیم بشینیم اونجا، با سر پا وایسیم تو ماشین، جا نیست که. تاش 2 نفر. بعد
شما دیدید تا حالا 2 نفر با هم دیگه بشینن یه فیلمو کامل ببینن دیگه وسطاش یواش یواش وای عوض میشه دیگه، داستان و فیلم فراموش میشه. اونم خیلی باحال نه، اونم مانیتور باز کاربردی نداره چند. ولی خر 100 سال پیش اتو درایور داشت. چرا؟ چون موجود زنده است، چش داره، جا داره میبینه، اصلا نیاز نیست تو فرمون بدی، خودش میرفت، جا داره میرفت هر جا می‌خواست وایسی. خب بحث دوم مثلا شما ماشین دنده‌ای رو پراید کویک دنده رو دارید 1 میلیارد تومان. خر اون موقع اصلا اتومات بود. چرا؟ میخوای دنده عوض کنی هوش یه دنده میره بالا، هوش رفت دنده 3، میخوای دنده کم کنی هوش اتومات، اصلا نه دست نه گیر بوکسی نه چیزی. طول عمرش 20 سال ایزی، یعنی 20 سال بدون خط و خش راحت. آخ نمیگه که تویوتا بود، واقعا تویوتا بود، یعنی تویوتا از رو خر اینقدر عمال الگوشون خر بوده که اینقدر عمال شد. ماشینای شما بعد 1 سال انگار میخواد پرستاری و مریضداری بکنید. آخ گیر بوکس هم درد میکنه، وای فکر میکنم دارم یاتاقان میزنم، روغنم اصلا سر وقت عوض نمیکنی، تو به من توجه نمیکنی. نه همون برگرد با اکس تو تیپ 2 میخوایی چیکار، همون تیپ 5 میخوایی چیکار، با لیاقت همون تیپ 2. معلومه خر رو انتخاب میکنیم. واقعا من که به شخصا خر رو انتخاب میکنم. بحث سرعت هم مثلا اگه باشه، خب اصلا بعد میگیم بحث سرعته. تو بحث سرعت هم شما خر رو اگه یه جوری میزدی که بفهم صاحب بالا سرش میرفت واقعا 120 تا. ماشینای الان دیگه بیشتر از 120 که نمیره ایرانی‌ها دیگه. خر خوب میزدی، 2 تا هوشره خوبی بهش میدادی 120 رو راحت پر میکنم. من الان خودم آقا تیپ 2 دارم، سربالای کولر که میگیرم برمیگردم به مبدا.